امیدواریم که شاید یک بازی خوب از این دو تیم باشه. موقعیت و توی دروازه در همین ابتدای مسابقه. حالا حساب کار 1-0 میشه به سود تیم استقلال اهواز. یک لحظه خط دفاعی تیم پیام جا موند. موقعیت خوبی است برای بازیکنان این تیم. حالا ارسال توپ روی دروازه، موقعیت و این ضربه سر که از کنار دروازه به بیرون رفت. پشت منطقه جریمه یه بار دیگه موقعیت. ببینیم این فرصت بازیکنان استقلال چه خواهند کرد. ارسال توپ و این ضربه سر از مهدی دقاقله که توپ از روی دروازه عبور کرد و به بیرون رفت. یه بار دیگه ارسال توپ، موقعیت و توپی که گل میشه و این توپ که توی دروازه قرار میگیره و باز هم اشپیتیم. پیام 1 استقلال اهواز 1 با ضربه باز هم اشپیتیم آرفی. شکوری ارسال توپ روی دروازه، موقعیت پشت منطقه جریمه. یه بار دیگه موقعیت، این ضربه که از کنار دروازه به بیرون رفت. یه بار دیگه ارسال توپ روی دروازه، موقعیت، یه ضربه و توی دروازه باز هم اشپیتی. پیام 2 استقلال اهواز 1 و باز هم اشپیتیم عارفی هست که دروازه تیم استقلال اهواز رو باز میکنه و این چنین هواداران تیم پیام رو خوشحال. تزا برگیزر باز هم اشپیتیم، یه حرکت خوب، موقعیت، حالا ضربش رو میزنه که میگیره توپ رو این بار حمید بابایی. باشه منطقه جریمه. یه بار دیگه اشپیتیم، یه فرصت دیگه، حالا ببینیم با این فرصت و توپی که به تیر دروازه برخورد میکنه. یه بار دیگه یه ضربه سر، موقعیت و عالی میگیره توپ رو این بار سیروس سنگچولی. یه گل رو واقعا خرید برای پیامی ها. باز هم پاس دیگه، آفساید نیست، بازی باید ادامه پیدا بکنه. خود اشپیتیم، ببینیم با این موقعیت چه خواهد کرد. حالا ضربه یه بار دیگه و یه گام کم آورد مهاجم تیم پیام. یه موقعیت دیگه، خود اشپیتیم حرکت میکنه، موقعیت و این ضربه که از کنار دروازه به بیرون میره.